سلام به همه فیلمبازه خوش سلیقه. امروز میخوایم بهترین فیلم‌های 2025 که تا الان دیدم رو براتون معرفی کنم. بزن بریم. اگه شما هم جای این دختر بودید، حاضر نمی‌شدید هیچ فردی رو تو زندگیتون ببینید. چون که این دختر یه قابلیتی داره و اون همینه که میتونه خط ارتباط بین آدم‌ها رو ببینه. و همین ماجرا نه تنها یک محبت بلکه براش مثل یک نفرین میمونه و هیچ جورا هم نمیتونه از شرش خلاص بشه. این مینی سریال 6 قسمتی با روند داستانی جذاب هم تا آخرین لحظه مخاطب رو پای فیلم نگه میدارن و اسمش خط اس هستش. حالا چه اتفاقی میفته اگه این دختر مجبور بشه که اعتراف کنه که چه چیزایی میبینه، اما پلیس باورش نمیکنه تا وقتی که عینکی پیدا میکنه و به چشمای پلیس میزنه و پلیس خط اس خودش و بقیه رو هم میتونه ببینه. اونجاست که ماجرا شروع میشه. پلیس سعی میکنه با استفاده از این عینک پرونده‌های جنایی که در پیش داره رو حل کنه، ولی دختر سعی میکنه که جلوی این کار پلیس رو بگیره، چون معتقده که این عینک هیچ چیزی رو نشون نمیده بلکه فقط باعث دردسر میشه و دونستن همه چیز مثل یک نفرین میمونه. اما پلیس به حرف این دختر گوش نمیده. دیگه بیشتر از این اسپایل نمی‌کنم و خودتون برید این مینی سریال جذاب رو نگاه کنید. حتما ما رو لایک کنید. این فیلم دنبال فیلم‌های جذاب هستید، سابسکرایب یادتون نره. فیلم دومی که میخوام بهتون معرفی کنم یکی دیگه از شاهکارهای 2025 هستش که احتمالاً ندیده باشید. یک فیلم آخرالزمانیه که مردم با کمبود شدید آب و غذا مواجهن و با این مسئله بزرگ دارن دست و پنجه نرم میکنن. در این بین یکی از سیاستمدارا برای حل مشکل غذای مردم ماهی رو وارد بازار میکنه که فاجعه بزرگتری رو به بار میاره. اولین نفری که به بیمارستان میره به خاطر خوردن این ماهی و فکر میکنن که فقط یک مسمومیت غذایی ساده است، ولی مسئله بزرگتر از این حرف است و قراره یک بیماری وحشتناک رو پخش کنه. هرچه بیشتر میگذره بیماری بیشتر داره از کنترل خارج میشه و دیگه حتی دولت هم نمیتونه جلوش رو بگیره و هر کسی فقط میتونه مواظب خودش و خانواده خودش باشه. از بهترین ها در ژانر زامبی محور هستش و اگه به این ژانر علاقه داری حتما اینو تماشا کن و از دستش نده، چون روند داستانی بسیار جذابی داره. اسم فیلم زیام، محصول 2025 هستش. اگه تا اینجای داستان یادتون رفته که ما رو سابسکرایب کنید، حتما اول ما رو سابسکرایب کنید و بعدش هم این سینمای جذاب رو ببینید. فیلم سومی که میخوام بهتون معرفی کنم یکی از اسلشرهای خوب 2025. ازدواج کشنده است. وقتی که قاتل از زوجای اوشل متنفر باشه. قاتل داستان توی روز ولنتاین با یه ماسک چشم قلبی شروع میکنه به کشتن زوجای جوان. در بین این کشت و کشتار این دختر جوان در حال آماده شدنه که بره به قرار ملاقات و دیتش برسه. هرچند یه ژانر اصلی این فیلم اسلشره، ولی در ادامه داستان به طور پیش میره که رگه‌هایی از طنز و معمای قوی هم درش دیده میشه، اما این اصلاً از جذابیت داستان کم نمیکنه بلکه حتی جالبترش هم میکنه و شما با یک اسلشر خاص مواجهید. هنوز کلی فیلمای خفن باقی مونده که قراره بهتون معرفی کنم، پس اگه میخوای ما رو گم نکنی حتما ما رو سابسکرایب کن و حتما ما رو لایک کن. حتما توی کامنت ها به هم بگید بیشتر از چه ژانر فیلم های خوشتون میاد و دوست دارید چه جور فیلم هایی رو معرفی کنیم. ممنون که لایک میکنید. حمایت شما قوت قلب منه.